شما هم مثل من احتمالاً یه سری صحنه‌ها دیدید که دوچرخه طرف داره آتیش میگیره. دارم آتیش میگیرم. شاید بپرسید خب ما هم چطوری مثل اون آتیش بگیریم؟ خب این که کاری نداره، ما هم میتونیم با استفاده از این سیم ظرفشویی‌ها دوچرخمون رو آتیشی بکنیم. خب بچه‌ها اگه خواستید بخرید و دوچرختون رو آتیشی بکنید، اینا سیم ظرفشویی هستن. ظرفا رو باهاش میشوریم و استفاده میکنیم. خیلی جالبه. ولی خب ما امروز میخوایم یه حرکت باحال باهاش بزنیم و چرخای دوچرخمون رو آتیشی بکنیم. خیلی حرکت عجیبیه. داخل اینستاگرام چند تا ویدیو دیدم که اینطوری چرخای دوچرخه‌شون رو آتیشی کرده بودن. منم از اونجایی که مغزم خیلی سمیه به ذهنم خورد که این حرکت رو بزنم. ولی خب قبل اینکه بخوایم این حرکت رو بزنیم، الان هوا کلا آفتابیه و اصلا ممکنه بارون بیاد و بحث اصلی همینه. باید منتظر بمونیم که شب بشه که بتونیم این سیم ظرفشویی آتیش بزنیم که نور آتیش و جرقه‌ای که داره میزنه و براده هایی که داره از خودش پرت میکنه کامل مشخص بشه. یعنی مثلا حساب بکنیم این دوچرخه منه، موقع وصل کردن اون سیم ظرفشوییه باید سیم ظرفشویی به 2 قسمت تقسیم بکنیم یا 3 قسمت. یه قسمت دور این میله های این قسمت چرخ بپیچیم، یه قسمت دور میله های پایینش و یه قسمت هم دور میله های این سمت یا پایین ترش که وقتی آتیشش میزنیم با فندک یا باتری هوا بهش بخوره و کامل وقتی که با چرخ حرکت میکنیم اکسیژن باعث بشه که آتیش بیشتری رو تولید بکنه. اگه دقت کرده باشید زغال هم همینه و از اونجایی که متاسفانه هوا آفتابیه باید صبر بکنیم تا شب بشه و تقریبا یه جوری آخر ویدیو اینو با هم دیگه روشنش میکنیم. ولی قبلش بیایم با هم وصلش بکنیم با دوچرخمون. بچه‌ها این سیم ظرفشویی هستش که داریم، یکم باید اینو ببریم. حس میکنم خیلی زیاده کلشو بخوام به یه قسمت تقسیم بکنیم. البته قبلش باید بریم تستش بکنیم. ببین به نظرم بپیچونیمش مثلا اینطوری بریم تو باله، ولی من حس میکنم ممکنه گیر بکنه. میتونیم یکم کمترش بکنیم ولی به نظرم کمش بکنیم ممکنه آتیش زیاد نگیره. تقریبا سیمه است ولی مثل اینکه ببریمش بهتره. پشمام بریدم نمیشه. با قیچی آهنبر باید اینو قیچی بکنیم. پشمام قیچی آهنبر هم الان نداریم. بذار همینو تستی رو بریم. میخوای یه قسمت دیگه شو بیاریم که به این سروالف اون گیر نکنه. باید اینطوری سفتش بکنیم. هرچی سفت‌تر بشه خیلی بهتر. خب بچه‌ها اینو اینطوری ما بس کردیم. نمیدونم تو دوربین میفته یا نمیفته. به این شکل شد. بخوام از این نما هم بهتون نشون بدم این شکلی شدش. خوب شده. من اسم میکنم دیگه نمیکنه. اوکیه. به هیچ وجه فکر نکنم دیگه بکنه. بچه‌ها من 2 تا دیگه هم گرفتم. 2 تا از این بسته های این شکلی گرفتم. دستمون رو جر نده. 2 تا از این بسته های این شکلی گرفتم. 2 تا دیگه هم داخل این هست. آره 2 تا دیگه هم هستش داخل این. یه دونه دیگه هم وصل بکنیم به چرخ جلوش. شاید این 2 تا اونقدی خوب نباشن. من واقعا نمیدونم. ولی بذار یه تست خیلی کوچیکی بکنیم. اینو بذاریم اینجا. یه تست خیلی کوچیکی بکنیم حداقل ببینیم گیر نمیکنه. فکر نکنم گیر بکنه. نه اصلا گیر نمیکنه. و یه دونه هم به چرخ جلوش وصل بکنیم. یه دونه هم باید بذار دوچرخه‌ام پارک بکنم این طرف. اوف چقدر داره از خودش پشم میریزه. بچا این یکی هم یکم بازش بکنیم. این بریده شده است. اینو یکم بازتر میخوای بکنیم. اینطوری بهتره. اینو بپیچیم دورش، بیشتر بپیچیم دورش. ولی میترسم حاجی به بوقام آسیب بزنه. اینو خیلی میترسم. نمیدونم. پشمام. بچه‌ها ویدیوی بوق اگه ندیدید همین الان برید ببینید خیلی خفنه. بذار یه بوق دیگه بزنم براتون. بوقامو به چخ نده خیلی بده. این هم از این. بذار یکم منمشون این طرفتر بابا میچرخن به بوق برخورد نکنن به چخمون بدن. بچه‌ها اینم بسته شد ولی باز میترسم بوق به فنا بره. خیلی آوردمش این طرف ولی بذار دور بچرخونمش. حس نمی‌کنم به بوق اصلا برخورد بکنه. فکر نکنم اصلا به بوق او شت به ترمزام کامل برخورد میکنه. ولی به نظرم آسیبی نمیزنه. این اوکی داره میاد ولی آسیبی نمیزنه به نظرم. همه چی عالیه. اصلا به بوق دوچرخه‌ام برخوردی نداره. خب بچه‌ها این سیم ظرفشویی‌ها رو بس کردیم به دوچرخه‌ام. چرخ جلو این شکلی شد. یه کاری کردم که اصلا به بوق برخورد نکنه. چرخ جلو هم این شکلی شد. فکر نکنم با اگزوز یا شانزمان دوچرخه‌ام برخورد بکنه. ولی خب من داخل این پلاستیک باز دوباره 2 تا دیگه گرفتم که اگه 1% روشن نشدن یا مشکل داشتن یا حالا هر چیز دیگه خراب شد یکی رو بذاریم داخلشون رو تست بکنیم. الانم که همچنان هوا روشنه. از اونجایی که من نمیتونم بیکار وایسم این 4 تا چراغی که داخل پست قبلی برای دوچرخه‌ام گرفتم میخوام وصل بکنم تا موقعی که هوا تاریک بشه. پس بیایم با هم دیگه وصلش بکنیم. وایسا یه چیزی هم هستش باید وصلش بکنیم. اونم ایناست و ایناست. محافظ ترمزای دوچرخه ما هستن که داخل یکی از پست‌ها خواستیم وصلش بکنیم و نشد. متاسفانه چون بلد نبودم وصلش بکنم. چرا؟ چون به مغزم نرسید داخل اینا یا روغن بزنم یا آب بزنم که راحت بشه کارمون و راحت‌تر این سوراخشون بره داخل دوچرخه‌ام. بذارید تو هم اینا رو تست بکنیم. کم آبو باز می‌کنیم.
یکم اینا رو میشوریم و داخلشون آب پر میکنیم. وقتی آبو بستیم و اینو رد میکنیم داخل این. خب بچه‌ها سورپرایز، متاسفانه با آب نشد که اینو وصل بکنیم و الان به نظرم باید از روغن استفاده بکنیم دیگه. بهترین راهش روغنه. با آب که نشد ولی حداقل با روغن شاید بشه. بریم که داخل اینو پر روغن بکنیم و بیایم باز دوباره تستش بکنیم. اگه همین الان داریم ویدیو رو می‌بینی بهم بگو میشه یا نمیشه. ما همه چیزو شدنی می‌کنیم. روغن موتور آسانسوره. الان من چیکار از اونجایی که روغن نبود، حالا هر روغنی ما بشینیم از روغن موتور آسانسور استفاده بکنیم. شاید باورتون نشه ولی این روغن گیاهیه. حالا نمیدونم یعنی چی ولی روغن گیاهیه. یه ذره ازش ریختم داخل درش. من کل این حرکات رو دارم به خاطر کامنت ها انجام میدم. چون داخل کامنت ها یه نفر گفته بود داخل این آب بریزی خودش روی ترمز دوچرخه غلط میخوره و اوکی میشه. ولی خب آب جواب نداد و یه نفر دیگه گفته بود روغن بریز. و از اونجایی که میخوایم روغن رو تست بکنیم، بریم ببینیم که روغن بریزیم جواب میده یا نه. ما یکم روغن ریختیم داخلش. یه ذره روغن ریختیم داخلش، مثل اینکه باید یه کوچولو اینطوری سفت و بچولونیمش که ببینیم روغن قشنگ داخلش غلط بخوره. اسم می‌کنم کامل دیگه روغن مالی شد. بریم که تستش بکنیم. این روغن آسانسور هم ببریم بذاریم سر جاش، اول گم نشه فردا بگن ما گم کردیم. بذاریمش روی بخاری بمونه. دستم چرا قرمز شد؟ رنگش قرمزه. بچه‌ها بریم که این روغن آسانسوری که ریختیم داخل اینو تست بکنیم ببینیم که چی میشه. الان که میتونم حقیقت رو بفهمم که شما داخل کامنت های من راست میگین یا دروغ. الان که میتونم واقعیت ها رو بفهمم که آیا این داخل این رد میشه یا نه. پشمام بچه‌ها شد. ببین ترمز داره میگیره. خیلی خوشحالم. داداش ترمز داره میگیره. ببین ترمز زده فری، ترمز داره میگیره. ترمز ایزی پیزی. ولی جدی پشمام اصلا فکر نمی‌کردم بشه. یک ساعت یه بار باهاش انقدر ور رفتم که اینو رد بکنم داخلش، باز رد نمیشد. خیلی لولاز خدایی. ولی بالاخره می‌بینیم که شد و به راحتی رفت داخلش. همیشه اینطوری ترمز گرفت به راحتی. خب بچه‌ها بریم سراغ وسیله بعدیمون، یعنی این 4 تا چراغ قراره وصل کنیم رو دوچرخه هم که همونطور که می‌بینید با چسب به هم دیگه وصل شدن. کلا این چراغ با چسب به هم دیگه هم از جلو هم از پشت وصل شده که باید این چسبا رو باز بکنیم و خودمون چسب بزنیم و وصل بکنیم رو دوچرخه هم. ولی خب من ایدم اینه که اینا به صورت ردیفی به این شکل وصل بشن به این جلوی دوچرخه، یا این که به صورت ردیفی وصل بشن این پشت. این پشتم خیلی باحاله ولی اینجا به نظرم خیلی بهتره. حالا دقیق نمیدونم. یا حتی میتونیم به صورت ردیفی چسبشو باز بکنیم و روی این پلاک وصلشون بکنیم. ولی در کل به نظر خودم اینجا وصل بشه خیلی باحال میشه. حالا دیگه نمیدونم نظر شما چیه. ولی آخه احتمالاً یه چراغ بزرگ میخوام برای جلوش بگیرم، چراغ موتوری هم میخوام بگیرم، فکر نکنم بشه اینو جلوش زد. ولی به نظرم همینجا وصل بکنیم بهتره. اصلا همینجا وصل می‌کنیم. همینجا خیلی اتفاقا باحالم هستش. چیز قرمز رنگ از پشت وصله. ولی خب بچه‌ها اگه جای این بده حتما داخل کامنت ها بهم بگید داخل ویدیوهای بعدی جاشو عوض بکنم، یه جای بهتر وصلش بکنم چراغ رو. چون یه سری گفته بودید که اصلا جای خوبی پیدا نمی‌کنی برای وصل کردن. خب منم نمیدونم، شاید به نظر شما خوب نباشه که من این چراغ رو بخوام اونجا وصل بکنم. بس شما حتما بهم بگید داخل کامنت ها که کجا بخواد وصل بشه، یا اگه مشکلی داره یه جای دیگه وصلش بکنم. احتمالاً یه 5 متر سیم بگیرم داشته باشیم سیما رو که واسه کلی چیزای دیگه قرار روش وصل بکنیم، سیم کم نیاریم. چون واقعا من سر هر ویدیو دارم میرم از طرف خرید میکنم، پشمام ریخته. سیم میخوایم، کلید آن و آف میخوایم، از این کلیدایی که میزنی روشن میمونه، میزنی خاموش میمونه. اینا میگن کلیدای آن و آف. میزنی روشن میمونه، میزنی خاموش میشه، که بیشتر برای چراغ کاربرد داره. ولی کلید فشاری بیشتر برای بوق کاربرد داره، چون بوقو نمیخوای دستت دائم روش نگه داری که، ولی خب چراغو میخوای دائم روشن بمونه حداقل تا 1 دقیقه 2 دقیقه. هم کلید آن و آف میخوایم، هم میخوای 2 تا کلید فشاری هم این وسط میگیریم که به کارمون میاد دیگه. بالاخره ما از خونه زدیم بیرون. کارت بانکیمو آوردم یا نه؟ مثل اینکه آوردمش. فکر کنم الان دیگه رسیدیم الکتریکی. اینا رو بخریم و سریع برگردیم خونه که دیره. از اون طرف داره هوا تاریک میشه. باید اون سیمر هم روشن بکنیم. تو الان ویدیو رو لایک نکردی، همین الان ویدیو رو لایک بکن. ابزار و یراق که نیستش. نه بچه‌ها، همیشه من الکتریکیا رو با ابزار و یراق اشتباه میگیرم. جدی اگه کسی تفاوت این دو تا رو میدونه به من بگه، من خیلی نیاز دارم بدونم. جالبه توی جمعیتی دوربین میگیری دستت انگار اسلحه گرفتی راه میری، پشمای همه میریزه. هر چی دارم راه میرم نمیرسم. آقا سلام. خسته نباشید. کلید آن آف 2 تا میشه بدید؟ 2 تا دیگه. کلید آن آف
آره این سه تاست. برای 5 متر سیم و 2 تا کلید 1 ساعت الاف شدم. شاید باورتون نشه ولی 10 بار ماشین حساب زد تا قیمتش رو تونست حساب بکنه. چون هوا داره کم کم تاریک میشه و از آفتابی بودن خودش در میاد و این خیلی خوبه. کلید و 5 متر سیم دو رشته همه اینا شد 100,000 تومان. یه سیم دو رشته مسخره متری 14,500. 3 تا هم کلید که هر کدوم از کلیدا 12,000 تومان. فشار اقتصادی جدی پیرمون کرد. بریم که با هم دیگه این چراغو وصل بکنیم، بعدش هم بریم آتش بازی. خب بچه‌ها الان پشت این یه دونه چسب داره، ما میکنیمش. خب ما اینو وصل میکنیم به این یکم بالاتر. این یه جای خوبیه، این از این سفت ولی یه دونه چسب دیگه بره روش بد نیست، ولی سفت این الان سفت و محکم. 2 تا سیم هم از این طرفش از این گوشه اومدن بیرون. این 2 تا سیم یکیش میره به باتری، یکیش هم میره به کلید، ولی اسم میکنم نورش خیلی میتونه زیاد باشه. با هم دیگه ببینیمش. آن راستی بعدش هم قرار داریم آتش بازی با سیم ظرفشویی. چی میدیم اینا رو؟ یه سر گازی میده ماشینه، هم پیچ میدیم. یکم قراره چسب کاری بکنیم. گاز. ولی بچه‌ها هنوزم فکر میکنم عجیبه. 5 متر سیم 100,000 تومان. میفهمی یعنی چی؟ اینم 12,000 تومان که سر این ویدیو خرج شد. بچه‌ها الان نگاه بکنید، این نوریه که به ما میده. نور بدی نیست ولی خب نورش اونقدی هم زیاد نیست. ولی قبول کنید 60,000 تومان میارزه. خب بچه‌ها تمام اسم کشیاشو انجام دادم. بریم که با هم دیگه ببینیم که چه اتفاقی افتاده و چیکار کردم. چون دیگه حوصله نداشتم فیلم بگیرم و کل سیم کشیاش دیگه نگرفتم، ولی خب همه رو انجام دادم کامل. الان داره کم کم هوا تاریک میشه، میریم برای آتش بازی. بعدش یه سیم از این گرفته شده، از مثبت و منفی این اومده پایین خورده به باتری. یه 2 تا سیم دیگه اومده بالا خورده به این، شده کلید ما و اینو ما میزنیم ببینیم که چقدر روشن میشه. پشما واقعا نورش زیاده. خاموش و روشن میشه ولی واقعا نورش جدی خفنه، خیلی هم زیاده. 60,000 تومان جدی میارزید. تو کل این ویدیو تنها وسیله‌ای که میارزید و خریدمش همین LED بود، وگرنه بقیه چیزایی که خریدم چرت و پرت بود و بهش دردی نمیخوردن. بچه‌ها الان شب شد و اومدیم توی حیاط و الان قراره با این فندک، فکر کنم نورش دیگه تو شب معلومه، با این فندک که این نفرم داخل کامنت ها نوشته بود من خریدم 30,000 تومان کردن تو پاچت، قراره اینا رو روشن بکنیم. ولی قبلش قراره باد بزنیم دوچرخه رو. بریم اول باد بزنیم، بعدش روشن بکنیم، آتش بازی رو شروع بکنیم داخل کوچه. میریم به لوکیشن تاریک تر، یه جایی که نور خیلی کمتر باشه، ببینیم که دقیقاً چه شکلی میشه. بریم راستی که عقب رو روشن بکنیم ببینیم که اصلا آتیش میگیره. او فکر کنم باید حرکت بکنه. چرا نمیشه؟ باورم نمیشه، یعنی این همه زحمت کشیدم برای این ویدیو، الان شما ندیدید که دقیقاً چه اتفاقی افتاد. رفتم الکل گرفتم، با الکل تست کردم، هیچی، یعنی اصلا هیچ تأثیری نداشت و این سیم ظرفشویی اصلا روشنم نمیشه حتی. و اصلا این پروژمون انقدر مسخره شکست خورد. خیلی برنامه چیده بودم توی هوای سرد اومدم رکورد بکنم و کلی برنامه و سختی و برو اینو بگیر اونو بگیر که بیا ویدیو رو درست بکن و در آخرش انقدر بد خورد تو ذوقم. منم هر چی دارم داخل اینترنت رو میچرخم هیچ چی پیدا نمیکنم. بچه‌ها اینجا نگاه کنید، هیچی به هیچ خاموش میشه. و حتی میچرخونمش هم باز همینه. من نمیدونم یا من دارم راه اشتباه میرم یا این واقعا همینه. این الکل هم خریدم ولی باز همینه. کلی تو اینترنت سرچ کردم باز همینه. به این سری نتایج رسیدم و این سری ایرادات رو پیدا کردم داخل کارم و تقریبا به چیزای خوبی دست یافتم. منتظر پارت دوم این ویدیو باشید.